سلام علیکم. مسئله هست که شاید چندان مهم نباشه برای بعضی ها، ولی خوب دربارش میخوام یه معلومات بتم. مسئله تلفنایی که از تاجیکستان میارین قطیتون، باید بدونین که در آوردن هر یک چیز در زمینی ترکیه، چی تلفن باشه چی ماشین، چی چیزهای همین تکنیکگی، باید ثبت نام بشه، یعنی اینکه غیر قانونی نباشه و در حکومت ثبت شدگی باشه. تلفن یکی چیزای ثبت میشدگی هست که ایمیل داره، رقمی همین تلفن خودش هر یک تلفن داره. همین وقتی که دروی ترکیه دا که میدروی چی وای فای دا پد کلچت بکنی و چی سیم کارتش بزنی، علاکه تلفنی تو ایمیلش در همین کمپانی تلفنو میرسه و حکومت به خبر میشه که یک تلفنی غیر قانونی در سرزمین ترکیه درومه، یا اینکه تلفنی که ثبت نام نشدگیه. انا بعد این تلفن خودت مهلت میته، اس ام اس میویته بعد پد کلچت کردنت، انا چی در وای فای باشه چی سیم کارت بزنی، اس ام اس میویه که تا مهلت داری که تا مدت 3 ماه یا که بعضی ها خیلی 4 ماه میه، بستگی به خود اس ام اس که چند روز و چند وقت میته. این اس ام اس که اومد بعد همین مهلت دادگیش تلفنت ای کار میبرویه، یعنی که تنها وای فای استفاده کهش میتونی، تمام سیم کارت کار نمیکنه دیگه. برای همین مجبور میشه که برای ثبت نام بکنی. برای ثبت نام کردن پول میگیرن، چند پول میگیرن، این بستگی به نوع تلفنی داشتگی تای. مثلا ولی مردم توجیکی که در همجا پرسیدم همشون میگه که نرخی که رجیستراسیون میکنی ای خود تلفنی میگرفتگی تا قیمت ای، یعنی که دو برابری نرخ تلفن خودت میشوده. ای تاجیکستان که مثلا تلفن ارزون میخری میوری اینجا دا قیمت ای. به سبیل مثال یا ایفون 6 عادی را اگر بگیم اینجا علاکه 800 900 بالا سر میشوه، 6 اس باشد 1300 1400 دیگه هم خیلی نرخ بالا میروه، در حالی که تاجیکستان در ایفون 6 خودش ممکن 300 400 سومدم دیگه علاکه بیاید در این وقت زمانه که ایفون های بالاتر برامرگه. خوب همین مثال قطعی دیگه وقتی که او اس ام اس که بیا تلفن تا یا اینکه با وای فای کارش میکنی یا اینکه بخوای که اگر سیم کارتش بزنی با سیم کارت که کار بکنی کار نمیکنه. او کسایی که زیاد ایستادنیان در ایجاد یا تلفن میره رجیستراسیون میکنه یا تلفن نو ای خودی همجا میخره. برای همین این مسئله را برای کسایی که زیاد ایستادنیان در ترکیه در خاطرشون بگیرن که تلفن خیلی محکم میشه و رجیستراسیون باید بکنیشه. زنده و سلامت باشی.